حضرت این ناتو شده خیلی همونجا پرید خبرگیر رو با خیلیت ساعت سلامت رو بده زولو در چیز نمیگه که استوری من این دفعه به انسان میبینیم من بسیار حضرت یا دیوار من خیلی کجا تونده بود زدی نفر میبخش ما ایست نبودیم چخیلی جامعه خلال نمیده جامعه نه خدا کدوم دوستان مبارک آمین جمله ما را خدا من نجات بده فرزنداش هم رسید خودش خدمت هزار رحمت شما شما بسیار تشکر شما خوبه الحمدلله یارای مقدس چه حال داری؟ مشغول اخانه سرد شروع و شکلی داد خیتو دو خشی دیگه امید أنا زفر أحمد محمد تقي أنا زفر أحمد العثماني در إعلاء السنن الرسول أو باید امامية إعلاء السنن همین حدیث یا این کدر باید دلیل زیاد اضافه کرده که برای تقویتش برای حجت بودنش که باید این نظری که علامه طحاوی گذشته گاهی و این مقامی باید از محمد تقی عثمانی محمد شفیع عثمانی رو بالاتر و استاد اینا هستن هر دوش هم علامه طحاوی هم زفر احمد عثمانی این اصولی که خود ما حتی یک ردیه رو که نمی‌شون بود در محمدی من اون مسجدی که در سعودی است همین مثلا وقتی که من جایز گفته در اینترنت اینا برام ما باید یک ردیه نمیشه مفصل یک جواب در رویگاز در اینترنت چیز با حدیثی مثلا من چیز آوردنی شرط بندی حضرت ابوبکر با مثلا چیز آوردگی است با مشرکا رو در مسئله روم فاس جنگ روم فاس با مسئله ریبای حضرت عباس مثال آوردگی است که تا وقتی که مثلا پیغمبر خدا سال حجة الوداع بر ریباهای کریم بکار کرد حضرت عباس مسلمان بود میگه سال جنگ بدر اسلام قبول کرد بود در مکه باید کافرها رو میگه با کافرها معامله داد پول میداد قرض با میگرفت میگه تو و حضرت میگه سال حجة الوداع بر ریباهای بکار کرد یا عالم دلیل داره غیر با این حدیث لاریبا بین‌المللی یک روایت دیگه هم داره و از دینار به دینارای گفته آیا دیمان برام دیگه نویسندگی داره من همین اعلاسنان کشای کتاب بای همین عباره لاریبا بین‌المللی علامه مرفوع ایو مرسله یعنی صحابه از سند در دیگه خود امام کی روایت کرده مقبول از پیامبر خدا روایت داره بین یه نفر و رومی باشه صحابه باشه که نشته این حدیث میگم مرسل هم از این ما قابل احتجاج هست شافعی هم حتی مدام میشیدم نمیشون سه مذهب قابل احتجاج هست از مقبول نسبت شده است میگه که رسول همین از نوشته های آخرش اومده درخواست کرده باشه خیلی کتاب مفصل دو شده
در اونجا این بحث ریبا بین مسلمان و چوی کامل سیاه میشه بعد در آخر هم کنی یک جمله که خلاصه میکنه که امروز در بین فقهای مذهب احناف شبه اتفاق است که مذهب ابو حنیفه در این مسئله مرجوع قول جمهور راجع به این خلاصش اگه اینکه بین مسلمان و غیر مسلمان نواسط دو باشن حرام میبره حضرت همین اسلامی و عدالت و حقوق راهی آورا میگه که این قولی مکحول میگه این نسبت هم نداده است با پیامبر مفتی میز ما علی اسمه چنو داره علی جمعه فتوش در رسی منه در این مسئله باید ترجیح میتیم از این مورد میگه در دارالکوب به همه قول امام اعظم عمل کنه به همه قول از حنفی عمل کنه تو به شافعی خود و حنفی نیست